سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل ترفند هفت. اگه چنل رو تازه میبینید ممنون میشم چنل من رو سابسکرایب کنید و ویدیو من رو لایک کنید، چون هر روز ترفند های خفنی رو در مورد گوشی موبایل میذاریم. پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. لازم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، موضوع ویدیو ما امروز این هستش که چجوری در گوشی بدون اینکه یک ذره مهارت خاصی در پیانو زدن داشته باشیم به راحتی بتونیم پیانو بزنیم و اشتغال کنیم و موسیقی هم درست کنیم باش. خب پس تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بزن بریم. اوکی گایز، وارد مرورگر خودتون میشید. حالا هر مرورگری که شد فرقی نداره، گوگل کروم یا فایرفاکس فرقی نداره. وقتی وارد مرورگر خودتون شدید، این متنی رو که توی دیسکریپشن ویدیو میذارم براتون رو کپی و اینجا توی گوگل کروم سرچ میکنید و وارد سایت میشید. خب ثبت میکنیم تا سایت بالا بیاد. اوکی دوستان، سایت بالا اومد. برای اینکه بتونیم به راحتی پیانو بزنیم بدون هیچ مهارتی خاصی داشته باشیم، ما تنها باید روی این صفحه بزنیم، چند بار بزنیم روی صفحه گوشیمون و این پیانو به راحتی بیاد. ببینید خب دوستان، ویدیو زیادی طولش نمیدم. پس فهمیدین که بدون داشتن مهارت پیانو زدن میتونیم با گوشیمون با این سایت پیانو بزنیم و اشتغال کنیم. پس لایک ویدیو یادتون نره، سابسکرایب و زنگوله بغلش هم یادتون نره. فعلا تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.